بهترین دانشگاه‌های جهان به ترتیب. با آخری شروع می‌کنیم، یعنی دانشگاه کمبریج که حداقل 19000 دانشجو داره و بیشتر از 35% تو مقطع فوق لیسانسن. چند تا از محبوب‌ترین رشته‌های دانشگاهیش حقوق، داروسازی و شیمی. کشوری که توی اون قرار گرفته انگلستان. پنجمی دانشگاه کالیفرنیا برکلی که حداقل 40000 دانشجو داره و کمتر از 30% تو مقطع فوق لیسانسن. از محبوب‌ترین رشته‌های دانشگاهیش میشه به مهندسی برق و کامپیوتر اشاره کرد. کشوری که توش قرار گرفته آمریکا. چهارمی دانشگاه آکسفورد که حداقل 26000 دانشجو داره و حدود 45% از دانشجوهاش فارغ التحصیلن. از محبوب ترین رشته‌های دانشگاهیش میتونیم به ریاضیات و اقتصاد اشاره کنیم. کشوری که توش قرار گرفته انگلستان. سومی دانشگاه استنفورد که حداقل 14000 دانشجو داره و بیش از نیمی از دانشجوهاش تو مقطع فوق لیسانسن. از محبوب ترین رشته‌هاش میشه به روانشناسی و زیست شناسی اشاره کرد. کشوری که توش قرار گرفته آمریکا. دومی دانشگاه ماساچوست که حداقل 10000 دانشجو داره و 60% اونها در مقطع فوق لیسانسن. از محبوب ترین رشته‌های دانشگاهیش میتونیم به مکانیک و فیزیک اشاره کنیم. کشوری که توش قرار گرفته آمریکا. و در نهایت میرسیم به بهترین دانشگاه جهان با نمره جهانی 100 از 100 که حداقل 19000 دانشجو داره و اکثر دانشجوهاش در مقطع فوق لیسانسن و از محبوب ترین رشته‌هاش میشه به علوم سیاسی و اجتماعی اشاره کرد. اون دانشگاه دانشگاهی نیست جز دانشگاه هاروارد آمریکا. شاید ترین بعدی ویدیو مورد علاقه تو باشه، پس لایک، ساب، فالو یادت نره. چرا همشون آمریکا و انگلیس بودن؟